رقص نخستینی پس از ازدواج اکسانا بلندینا و ویکتور واسیلف در شفاخانه شهر لووف. پرستاری 23 ساله اوکراینی ماه مارت روی مینه پای گذاشت که نیروهای روسیه در زادگاهش شهر لیسیچانسک ماندند. اکسانا یکی از 270 نفر است که همین سال در اوکراین در نتیجه ترکیش مینه ها معیوب و یا کشته شدند. بعد حمله به اوکراین در ماه فوریه نیروهای روسیه در مناطق وسیع مینه کشتند. 200,000 کیلومتری مربع قلمرو ما تفتیش و از مینه پاک کرده نشده است. بر اساس گزارش روسیه سرزمین اوکراین را از راه‌های گوناگون و از جمله دستی مینه‌کاری کرده است. نیروهای روسیه از زمان تجاوز به اوکراین در روز 24 فوریه کمش 7 نوع مینه‌های زمینی را به کار بردند. دلیل استفاده بمب‌های خود ساخت نیز هست. استفاده همه آنها بر اساس عهدنامه بین‌المللی منع است. ارتش میانمار مینه‌های زمینی را 10 سال هاست استفاده می‌برد. نیروهای میانمار استفاده از مینه‌های زمینی در اطراف مناره‌های موجگیر، لوله‌ها دیگر انشاءات انرژی را زیادتر کردند. دیگر گروه‌های مسلح غیر حکومتی در کشور نیز. مینه‌های زمینی تا حال در 60 کشور جهان منتظر قربانی نوبتی هستند. سال 2021 در جهان 5500 نفر جبر این سلاح را کشیدند. بیشتر از 2000 نفرشان جان دادند. نصف از قربانیان و زخمیان کودکان بودند. تلفاتی از همه زیاد را سوریه داده است و 1200 نفر. در افغانستان بیشتر از 1000 کس کشته و زخمی شدند. احمد المروعه پسری 9 سالش مراد را ماهی انور از دست داد. او هنگام جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی در ساحل بر در نزدیکی شهر حدیده یمن روی مینه پای گذاشته است. من تیکه های جسد او را جمع آورده به اداره تفتیشات بردم. او را نشستم و به خاک نسپردم. فقط در یک خلطه پلاستیکی زیر خاک کردم. بر اساس عهدنامه بین المللی منع مینه ها 94 کشور بیشتر از 55 میلیون دانه مینه های خود را نابود کردند. اما اسلحه ناعیان و زیر خاک همچنان در کشورهای رها شده از جنگ هم مردم را زیر خاک میبرد و یا معیوب و معلول میکند.